بچه ببینید این صرافی اسمش هم یکم شبیه مکسی بود. خب به خاطر همون اومدم تو این کار کنم ببینم چه اتفاقی میفته. خب به این اتفاقی که افتاد چی بود؟ فیوچرزش خب خیلی خوشگل. اینجا کل آمار تریداتون رو بهتون میگه دیگه، کل آمار رو بهتون. این پایین رو میبینید یه دونه $3 4 سنت تا چیزم خورد حساب گذاشته بودم. ببینید اینو بعد اومدم چک کردم دیدم یه سری معاملاتی که من فکر می‌کردم با سود بسته شده، این باید با سود بسته می‌شد. اینطوری بهتون میگم. ببینید اتوماتیک خودش اومده با استاپمو در نظر نگرفته بالا پایین کرده بعد بسته. این هدفم این $200 است. ببین $200 رو ببینید اسمش هم کیسی اکسچنجه. این از این. حالا من باید پدرم در بیاد. این صرافی خوبیه، والیوم خوبی داره. روزانه اینم 1.5 میلیارد حجم خرید و فروششه. خب خرید و فروش روزانه‌شه. کجا اینا رو می‌بینیم؟ برید تو کوین مارکت کپ. این کوین مارکت کپ بذارید وی پی ان رو یه لحظه باید خاموش کنم. میاید تو کوین مارکت کپ تو قسمت اکسچنج، اینجا اول تا آخر صرافی‌ها رو گفت. اصلا نگاه اولی بایننس $27 میلیارد حجم مارکت امروزشه، روزانه است، 24 ساعت است. بالا نوشته 24H والیوم روزانه‌اش $27 میلیارد. دومی بایبیت که به ایرانی قبلا خدمات میداد الان نمیده. من توی مکسی صرافی نهم، الان نهمه، پول خوبی در آوردن. مکسی به ایرانی خدمات میداد قبلا، کوکان خدمات میداد، الان جفت اینا خدمات نمیدن. حواستون باشه. حالا یه سری از بچه‌ها تو البانک کار میکنن، یعنی با البانک کار میکنن. یه سری این 20 الان جدیدن صرافی 20 دنیاست. $1 میلیارد و $730 میلیون مارکت روزانه‌شه. الان دارم تستش میکنم، باهاش کار کنم. قبلا توش اکانت ساخته بودم. یه سری تو این 29 کار میکنن. حالا این صرافی در صرافی 36 دنیاست. مارکت روزانه‌شو ببین، من تو استوریا گفته بودم که $1.5 میلیارد. نه، ببین مارکت امروزش $2 میلیارد، $2 میلیارد و $880 میلیون مارکت روزانه‌شه که بهتون قول میدم 90% این پول ایرانی است. روزانه است بچه‌ها این پول. خب حالا یه صرافی تو این رنج میاد چنین کاری میکنه دیگه. از بقیه ببین بهترین های دنیا اینا که الان ما خدمات نمیدن. بایننس، بایبیت، کوین بیس، اوکی اکسچنج. ببینید صرافی سوم امریکایی، چهارم امریکایی، پنجم امریکایی، نه پنجم فکر نکنم امریکایی باشه دیگه. بهتون بگم مکسی من خیلی خاطرات خوش باهاش دارم، چون توشون هستم اتفاقات خوبی رو برای خودم رقم میزنم. بین ایکس صرافی 12 هم به اون خدمات میداد. زمانی که ایرانی‌ها باهاش فعالیت میکردن مارکتش به روزانه $2 میلیارد رسیده. الان مارکتش رو ببینید $399 میلیون. یعنی $1.5 میلیون مثبت، مثبت $1.5 میلیارد پولی که توی بین ایکس بود برای ایرانی‌ها بود روزانه. حالا الان همون پول اومده توی البانک و همین xt.com و دیگه بهت بگم و یه سری صرافی‌های اینطوری. این مثلا یه دونه دیگه شون هم هست. حالا بچه‌ها جدیدن خیلی بلاگر تبلیغش رو میکنن تو بیت. سعی کنید تست کنید و بعد پول اصلیتون رو وارد صرافی‌ها کنید. رو حساب تبلیغ یه سری بلاگر یه دفعه کل سرمایه‌تون رو نبرید توی صرافی که ضرر میکنید. ببین الان مثلا اینجا ببینید این صرافی که الان جدیدن دارم باهاش کار میکنم، قبلا توش حساب داشتم. الان امروز من پدرم در اومده اینجا رو ببینید. این حجم مارکت، یعنی کاری که من امروز انجام دادم آقا، سود و زیان‌های امروز هم تاریخ داره دیگه. ببین پایین 21/2/2025 می‌بینید که این آخری بوده، رفتیم تو 22، الان رفتیم تو 22/2/2025. از اینجا شروع میشه 21/2. ببینید $2 $8 چنده قد اینطوری خورد پدر ما باید در بیاد جمع کنیم، بعد دو دستی یه صرافی خیلی خوشگل بیاد پول بالا بکشه. چرا آخه؟ هرچند که اگر دولت به جای اینکه بیاد حساب ارزیای صرافی‌ها رو ببنده، مثل بچه آدم میاد یه سری مجوزا میداد، یکی دو نفر که هستن تو ایران خیلی افراد خفن هستن، یه صرافی خوب بالا می آوردن، ما دیگه چنین مشکلاتی بر نمیخوردیم. چرا؟ چون الان اگر ما دستمون بند بود توی صرافی با پدر مادر داشتیم کار میکردیم، عین بایننس و ایکس و ایگرگ، این پولو من میرفتم میگرفتم ازشون، چون دولت هم بهشون مجوز داده. میگیری چی میگم؟ حالا فعلا که اونا آدم حساب نمیکنن.
اینو خواستم بهتون بگم که حواستون باشه فقط چیکار دارین میکنین. من الان پدرم باید در بیاد که اون 200 دلار و ضریب رو جبران کنم تا بعدش تازه میخوام سود کنم امروز. ببینید این آلمان کل تریدای روزانمه که دارم چی رو میپوشونم. 200 دلاری که این صرافی خوشگل از جیبم دزدی کرده. اینم بهتون باز دارم میگم تو صرافی ایرانی پول نگه نداری. ببین اینا این سگ گوه اینا شرف داره به صرافی ایرانی. همینی که الانم بدیشو میکنم این گوه شرف داره به صرافی ایرانی. چرا؟ چون باز این یه مجوز داره. یعنی اگر پولت خورده بشه الان اینطوری که اگه هکی بشه میتونی بری تاوون بگیری. خب ولی صرافی ایرانی نه. حواستون باشه. دمتون گرم. بهتری